درود خدمت همه شما دوستان عزیز و نازنین. با یک ویدیو متفاوت در خدمتتون هستم. یه فورد KA دارم برای فروش که مشخصاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فیلمش رو میذارم از بیرون و نمای داخل ماشین براتون فیلم خواهم گرفت. یه فورد مدل 2019 هست تا یک 2026 هم توف داره و فنیش که بدون هیچ گونه مشکلی واقعیتش نداره، نه موتورش نه گیربکسش، کاملا سالمه. و بریم که مشخصات ظاهریش رو بیشتر از نزدیک ببینیم. ببینید 45832 کیلومتر این ماشین کار کرده. اینم از روشن شدنش. میبینید که بدون مشکل ماشین هیچ سر و صدای اضافی نداره. فورد KA پلوس مدل 1 2019 86 تا PS تا 1 2026 هم توف داره. با همین شرایطی که داره این ماشین قیمتش فقط و فقط 10,000 یوروه. اگر که پسندید و دوست داشتید برام کامنت بذارید و میتونید از ماشین بازدید بکنید و پروب فارت رو انجام بدید. مرسی از همراهیتون.